know it's your reindeer. It's Santa Claus and his elf. Get off my property. This is my house. I have to defend. سلام دوستان، در این ویدیو به سرگذشت پسر بچه فیلم تنها در خانه یعنی مکالی کالکین خواهیم پرداخت. برای دیدن ادامه برنامه همراه ما باشید. I mean, what can a kid do to us? Kids are stupid. I know I was. You still are, Marv. This is it. مکالی کالکین متولد نیویورک در سال 1980. او با بازی در 2 قسمت فیلم تنها در خانه و نقش اصلی فیلم ریچی ریچ به شهرت بسیار زیادی رسید. مکالی کالکین در طول زندگی خود تا به الان 2 مرتبه ازدواج کرده که پس از شکست در دومین ازدواجش روی به مواد هروئین آورد. در واقع دچار اعتیاد بسیار شدیدی شد، به گونه‌ای که پزشکان اعلام کردند اگر ترک نکنه تا 6 ماه آینده خواهد مرد. خوشبختانه در حال حاضر او زنده است و مواد رو کنار گذاشته. او در سال 2000 به صحنه تئاتر و در سال 2003 به سینما بازگشت، اما هرگز موفقیت‌های گذشته خود را تکرار نکرد. مکالی کالکین البته پس از سالهای سال در سال 2019 در کنار رندی اورتون ستاره دنیای کشتی کج در فیلم چنج لند مقابل دوربین قرار گرفت و بازی کرد. اوج موفقیت‌های مکالی کالکین به سال 1991 باز می‌گرده، جایی که نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شد. مکالی کالکین پس از شرلی تمپل موفق‌ترین بازیگر کودک تاریخ سینمای هالیوود محسوب میشه. با لایک، کامنت و سابسکرایب از کانال تاپ سینما فکس حمایت کنید و برای اینکه حساب شما توسط یوتیوب ربات تشخیص داده نشه، لطفاً کامنت انگلیسی بذارید و برای دیدن ویدیوهای بعدی کانال تاپ سینما فکس همراه ما باشید.